پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که یا علی، خدا رو نشناخت کسی جز من و تو، من رو نشناخت کسی جز خدا و تو رو نشناخت کسی جز خدا و من، امیرالمومنین رو نشناخت کسی جز خدا و وجود مقدس پیغمبر اکرم. فرمود که یا علی، اگر اون کاری رو که مسیحی‌ها با حضرت مسیح کردن، اگه من نمی ترسیدم که مسلمان‌ها با تو می کردن، یعنی ادعای خدایی و الوهیت بر حضرت مسیح، اگر ترس این نبود، آنقدر از فضائل تو می گفتم که مردم از خاک کف پای تو تبرکن خاک بر بگیره. شما نگاه بکنید ببینید، واقعا عجیب و غریب هستش. به قول زمخشری که یکی از علمای اهل سنته، ایشون میگه من چی بگم راجع به فردی که شیعیانش از روی تقیه و ترس فضائلش رو پنهان کردن، دشمنانش هم به خاطر دشمنی فضائلش رو پنهان کردن، اما عالم پر از فضائل علی است.